تجربه بعدم که اکثری کارا رو نکردیم، خلافی کارا رو کردیم، اینا تجربه بعدش میشه. مثلا چی خلاف؟ مثلا خیلی کارا که نمیشه نام گرفت. نمیشه. نه خیلی جوانا کردن و میکنن و به نظر دی کار خوب است یا بد است؟ به نظرم شخصی سر که برای خود زندگی میکنه داره. باید بری ببینی، اول فکر میکنی یک کار خوب است، بعد از اون میری میکنی میبینی بعد است. نام ما شریف است، همین منشن هستم، منشن زندگی میکنم. چند سال میشه در منشن هستی؟ یک 7 سالی میشه. 7 سال میشه. بسیار خوب. چی کاروبار میکنید اینجا؟ کاروبار خاصی نمیکنم، فروشنده هستیم. فروشنده؟ در کدوم سوپرمارکت کار؟ از سوپرمارکت نمیم کالا فروشی. تا حالا در زندگیت عاشق شدی؟ نه خیر والله. اگه یک روز زن بگیری، زن افغان بگیری یا خارجی؟ هر کدام خدا قسمت کنه همون رو میگیریم. هر کدوم پیش آمد خوش آمد. خب کدوم شعر برام خوانده میتونی؟ نه والله شاعری نمیتونم. چی کدام میتونی؟ کار خاصی نمیتونم. میتونم گپ دیم خنده کنیم. بسیار از تجربه خوب و بعد میگید برایمان. تجربه خوب همی که آمدیم اینجا درس خواندیم، کار کردیم، اینا تجربه خوبه دیگه. میتونم تجربه بد؟